درود بر شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه‌های فرهنگی و فراغتی تلویزیون دوشنبه. اینک برنامه با اشتیاس مهمانی کاشانه‌های شما. مهمانی نوبتی برنامه ماست هنرمندی انسمبل خلقی نوروز دانشگاه ملی تاجیکستان دولت علی سلیم. خوش آمدید به برنامه با اشتیا. در آغاز می‌خواستم درود و پیغام خویش را به بینندگانی که این لحظه ما را تماشا دارند رسانیده باشید. اولا سلام و درود به شنوندگان تلویزیونی شبکه دوشنبه و مخلصان برنامه با اشتیا. خب این شما چی آماده می‌سازیم و برای اون چیزی که ما آماده می‌سازیم کدام محصولات ضرورت داره؟ من میخوام که یعنی دل جگر بریان کنم. یعنی که یک خوراکی یک کباب از دل و جگر آماده باشه. با ما پمیدور در کار میشود، بلغاری، کبوتی، دل و جگر، پیاز و روغن نمک. خب این لحظه شروع میکنیم. در دانشگاه ملی تاجیکستان در انسمبل خلقی نوروز هم هنرمند هستید، آوازخوانی میکنید و هم اینچنین در اسباب‌های سازی نیز یعنی که نوازش میکنید. خب مهر به اسباب موسیقی و مهر به صنعت بستن از کجا سرچشمه گرفت؟ البته من از خردی وقتی که پدرم سرآینده بود از همون وقت یعنی که با پدر همراه بودم. صنعت یعنی که در دل من که جوش زد و من این راه رو انتخاب کردم. یعنی که از همون لحظه مهر صنعت در دل شما جوش میزد. خب چند ساله بودید که بیشتر ذوق کردید به راه آوازخوان شدن یا نوازنده شدن؟ اصلا از خردسالی از صنف 5 من شروع کردم به اسباب نوازی. یعنی که پدرم که در توی ها مرکه ها که میرفت هنرنمایی میکرد، من هم اسباب های پدرم رو گرفته یعنی نوازش میکردم. چند بار هم شده بجایی از پدر و ویرون میکردم، اسباب ها رو تبلک رو میکفوندم و همین خیل از صنف 9 یعنی نومین یعنی آوازخوانی من شروع شد. بعد در اولین بار در کرژوکی یعنی که هوسکاری همین مکتب. خب چون شما از ایام مکتب خانه قصه کردید، از ایام کودکی قصه کردید، از ایام نورسی قصه کردید. خب کودکی شما در کجا پس سر شد؟ کودکی من در شهر نورک دهه خوچالانی پس سر شد و من در یک اویله آموزگار تولد یافتم و فخر هم میکنم که در این خیل یک اویله با معرفت با مدنیت یعنی تولد شدم و با وای رسیدم. وقتی که در شهر وحدت یعنی که شامل بود رقم 47 بود. وقتی که در شهر نورکی گذشت رقم 17 رو گرفت. من در هم مکتب یعنی تحصیل کردم و بعد از تحصیل یعنی که به شهر دوشنبه سفر کرده. خب پیش از آن که شما به دوشنبه اومدید و بالاتر هم ذکر کردید که شما شامل همون محفل هوسکاران یا که محفل ایجادکاران بودید. خب چگونه یعنی که همچون یک خواننده خوشفعال شما را دریافت کردند تا شما شامل این محفل های مکتبی گردیده باشید؟ البته اول سبب اساسی این یعنی که عمه من بود. وقتی که من به صنف 9 رسیدم عمم وقتی که به مهمونی اومد پرسید که پسرم به کجا داخل میشه وقتی مکتب رو ختم میکنی و من گفتم که من حافظ میشم، سراینده میشم. بعد پدرم رو جیغ زده گفت که پسر من یعنی که سراینده شدن میخواهد. پدرم بله گفت و دیگر یعنی که چیز نگفته رفت. بعد وقتی که من صبح به مکتب رفتم در درس شدگی بودم، از اوین کرژوک رو یعنی که نامبر کردن و اونها رو جواب گرفتن و در بین اونها نوع من هم پیدا شد و شما از همون روز شامل محفل مکتبی گردید. بله. بعد فهمیدم که پدرم این کار رو یعنی که برای من یعنی که کرده است و من اعضای کرژوک یعنی که معلم دسته هوسکار غایب کمالدین بود و من شامل این شدم. یکمین سروده که من اجرا کردم با اونها پسند اومد و از همین سال کدام سرود بود؟
бале як камтарашро дар хотир дорам. ҳоли ман харобе, дили ман кабобе, ҳоли ман харобе, дили ман кабобе, ту куҷо меравӣ лаби пуршаробе, ту куҷо меравӣ лаби пуршаробе. ҳамин суруд буд ки шумо дар маҳфилҳо аввал шомил шудед, баъдтар чандин сурудҳои хешро пешкаш кардед. хоб пас аз хатми мактаби миёна ба куҷо раҳсипор шудед? пас аз хатми мактаби миёна ман ҳуҷҷатҳои худро ба коллеҷи санъати аҳмад бобоқулов дар шуъбаи созҳои халқӣ супоридам. яъне ки вақте ки ман ба ин ҷо омадам, дар шуъбаи яъне ки овозхонӣ, яъне ки ҷо набуд, ман ҳуҷҷатҳои худро ба шуъбаи созҳои халқӣ супоридам, дар созӣ рубоб аст. хоб бинандагони азиз, ин лаҳза аввалин коре ки мо мекунем пас аз оне ки деги мо метасфад, аввалин кори мекунем яъне ки мо ба дегамон равған ҳамроҳ мекунем. яъне ки вақте ки гӯштҳои мо омода мерашавад, яъне ки пас аз оне ки равған метасфад, яъне ки мо дилу ҷигарро вориди дег мегардонем. пас он вақте ки хуб омода мегардад, яъне мо ҳар як маҳсулоте ки рӯи мизи мо ҳаст бо навбат вориди дег мекунем. чун ин лаҳза як лаҳзаи танаффус аст. ман баҳри хушҳолӣ бинандагон як латифа қисса мекунам ва пасон яъне ки шумо пораи қарби дили хешро месароед. ва бинандагон хуб мо гуфта гузаштем ки аввалин коре ки кардем, яъне шумо дар сози асбоби мусиқӣ омадед, на дар сози овозхонӣ. хоб пас он коргардон як оҳанги зебои шуморо пешкаш мегардонад. пас аз чанд лаҳза мо мехӯрем. аз ҳунарманде пурсидам ки кадом суруд буд ки туро миёни мардум маҳбубу маҳшҳур кард. гуфтааст ман чунин сурудро то ҳол насароидам. бинандагони азиз, ин лаҳза давлаталӣ омодааст ки баҳри мо шумо пораи қалби дили хешро бисароед. марҳамат. дар ин шабҳои маҳтобӣ, дар ин шабҳои бехобӣ, азизи ман куҷои ту, чаро наздам намеоӣ, азизи ман куҷои ту, чаро наздам намеоӣ.
خاطررسان میکنیم که مهمان نوبتی برنامه ماست هنرمند انسامبل خلقی نوروز دانشگاه ملی تاجیکستان دولت علی سلیم و سرپرست برنامه ماست شرکت قنادی 3 تا 5 و این لحظه بار دیگر من بهلی خوشحالی بینندگان یک لطیفه دیگر قسم میکنم پسان به آماده کردن خوراک میپردازیم و روز پسر به جورهایش از دل دادهش شکایت میکند و میگوید که هر باری که به دل دادم نگاه میکردم که انم اینترنتش سامانه های اجتماعیش گریان است و میگفتم که چیکار میکنی در سامانه اجتماعی قدر تو زیاد میدروی میگوید که من موسیقی گوش کرده ایستادم میگوید این کرد گرفته زنگ زدم که حافظش برداشت و بینندگان عزیز عین حال ما این دل و جگر رو با چنین طرز آماده کردیم اکنون نوبت فرا رسید که ما واردی ده گردانیده باشیم و دیگر محصولات رو این لحظه منتظر میشویم آمدید شما به مکتب موسیقی شامل شدید اما در آنجا گروهی آوازخوانی الکای بند بود و شما گذاشتید به اسباب موسیقی خب میخواستم درباره همین سازی موسیقی و جایگاه آن در موسیقی ملی صحبت کرده باشیم که چگونه اسباب است چگونه نوازش دارد و طی چند سال نازکی ها رو از کدام استاد هنر از خود کردید البته وقتی که من با این اسباب یعنی که داخل شدم بسیار با من پسند آمد و من در مدت کوتاه یعنی که این اسباب رو از خود کردم اولین استادی من این بهادر دولتزاده بهادر دولت است که حالا یعنی که دیرکتوری کلیه صنعت بنام احمد باباخور رو به عهده دارد و در طول 4 سال یعنی که نزدیکی این اسباب رو من به پورگی از خود کرده و بعدتر به کنسرواتوری این کنسرواتوری یعنی که داخل شدم این اسباب ملی تاجیکی می باشد سالهای 1937 38 پیدا شده و اولین بار این اسباب رو در ارکستر سازهای خلقی یعنی که استفاده بردن و بعدتر در انسامبل های استفاده بردن و بعدتر به یعنی که به نسل نورس یعنی آموزانده شد یعنی که از چند پرده عبارت است از چند تار عبارت است چگونه نوازش دارد بله یعنی این اسباب کمتر اسباب مشکل نواز هم هست بسیار سیم‌های قفس دارد و شکل کلون هم دارد از این سبب بسیاری های این اسباب رو انتخاب نمیکنند ولی در صنعت در انسامبل در کسبیت موسیقی این درجه بسیار عالی رو یعنی اجرا میکنه یعنی که آواز پایانی رو در ارکستر در انسامبل آواز پایانی رو اجرا میکند به این انسامبل یعنی که بسیار خالی میتابد یعنی که همون موسیقی در برابر که نازکی خود را دارد یعنی که اگر آن نباشد یعنی که نرسیدن است آن صدا زود به گوش شنونده به نوازنده سطح کسبی زود میرسد خب چون شما این بارگاه رو ختم کردید و در برابر این یعنی که شما باز یگان اسباب دیگر رو از این مکتب موسیقی آموختید یا تنها برای شما همین اسباب موسیقی البته در هر یک مؤسسه تعلیمی غیر از اونه که اختصاصی انتخاب میکنی غیر از این باز یعنی که سازی فورتپیانو رو یعنی که با هر یک دانشجو می آموزند و من فورتپیانو رو نیز از خود نمودم خب چون شما آمدید به کنسرواتوری ملی تاجیکستان چون شما ختم کرده مکتب موسیقی بودید خب در کدام شعبه داخل شدید کدام سال بود که شما آمدید به کنسرواتوری شامل شدید سالهای 2005 وقتی که در کالج میخوندم یعنی که رکتور همون وقته کنسرواتوری ملی تاجیکستان استاد طلبپورجا ستارов بودند و آنها طلبگانی که یعنی دانشجویانی که بسیار فعالیت نغز داشتن یعنی که نغز میخوندن آنها رو یعنی که دعوت نمودن به کنسرواتوری ملی تاجیکستان فکر میکنم که همون نو قدم ها بود که کنسرواتوری ملی تاجیکستان تشکیل شد همون سالها برای همین خاطر یعنی که دانشجویان فعال آن نفرانی که مکتب های موسیقی رو ختم کردن به کنسرواتوری دعوت میساختن البته
و از همونجا یعنی که شما اومدید به کنسرواتوار ملی تاجیکستان. خب در کدام شعبه داخل شدید؟ در شعبه سازهای خلقی داخل شدم و طی 5 سال یعنی اون رو خواندم، خط نمودم و بسیار نازکای این اسباب رو نیز کردم. در این بارگاه هنر یعنی باز استادی من یعنی که دولتزاده بهادر دولت بودن. من این رو خط نموده و حالا در اسامبلای خلقی یعنی که کار و فعالیت نموده ایستادم. خب چون شما اومدید به کنسرواتوار ملی تاجیکستان محض در همین ساز موسیقی تحصیل کردید، آرزوهای کودکی کجا شد؟ یعنی که از خردی آرزو میکردید که آوازخوان باشه، پس چرا این راه را رفتید؟ وقتی که من در برابر که این اسباب رو یعنی که می آموختم در کنسرواتوار ملی تاجیکستان، باز با آوازخوانی مشغول بودم و سرودها یعنی ایجاد میکردم، نوارها یعنی که کلیپ ها میکردم و مرکه ها میرفتم از حسابی یعنی که آوازخوانی. من این ذوق کودکی خود رو یعنی نپرتافته بودم. یعنی که شما خواستید به یک دو نشان گرفته باشید. بله. یعنی که یکم هدفتون از خود کردن این سازی موسیقی، دوم هدف یعنی که آموختن نازکی صنعت آوازخوانی را. بله. خب و این لحظه بینندگان عزیز رو منتظر میکنیم، شاید بحری بینندگان پاره قلب دل خویش را میسارید، پس از چند لحظه بخوریم. یک سرود مادر میخواهم که برای بینندگان تلویزیون دوشنبه یعنی که اجرا نمایم. آیو مادر تو بارانی، تو بلکی ریزه بارانی، آیو مادر تو بارانی، تو بلکی ریزه بارانی، به صحرای دلم هر لحظه میباری، به دنیای دلی من فیض میاری. آیو مادر، آیو مادر، آیو مادر، آیو مادر. کنارت خنده ها کردم، کنارت گریه ها کردم، کنارت خنده ها کردم، کنارت گریه ها کردم، در آغوشت غمی دل را به یک بوسه رها کردم، در آغوشت غمی دل را به یک بوسه رها کردم، به یک بوسه رها کردم. بله گفتم فیر بستی، محبت خود دیگر باشد. بله گفتم فیر بستی، محبت خود دیگر باشد. از این سوزنده تر باشد، شرر باشد، شرر باشد. از این سوزنده تر باشد، شرر باشد، شرر باشد. شرر باشد، شرر باشد.
هرچی تو رو میخواد دیگر خندان نشد رویا شدم رویای عشقی نه برا تو حال میجویم کنارت خنده ها کردم کنارت گریه ها کردم کنارت خنده ها کردم کنارت گریه ها کردم در آغوشت غمی دل را به یک بوسه رها کردم در آغوشت غمی دل را به یک بوسه رها کردم 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 بینندگان عزیز و ارجمند برنامه با اشتهای ادامه دارد و خاطررسان میکنیم که مهمون نوبتی برنامه ماست هنرمند انسامبل خلقی نوروزی دانشگاه ملی تاجیکستان دولت علی سلیم و سرپرستی برنامه ما شرکت قنادی 3 تا 5 عین حال بینندگان عزیز پس از آنه که گوشت های ما خوب تف خورد ما پیاز را این لحظه همراه میکنیم بعضی ها میتوانند که به جای پیاز و قلمفور بلغاری و پمیدار میتوانند که سمیتن را با همراهی سیر پیاز میده کوفته یعنی که آماده کرده باشند وارد دیگ گردانیده باشند عین حال ما چند لحظه منتظر میشیم تا آن همین خوراک ما آماده گردیده باشد و دیگر محصولاتی که در اینجا هست ما با نوبت اینجا یعنی که آماده میسازیم برای خوراک و وارد دیگ میگردانیم. خب شما اومدید در کنسرواتوار ملی طول 5 سال این نازکی ها رو از خود کردید الکی یک نوازنده کسبی شدید. خب اولین فعالیت ایجادی از کجا شروع شد؟ وقتی در کنسرواتوار ملی در کورس 3 میخوندم جشن فلک بود ما در تئاتر اپرا و بالت یعنی که مشق میکردیم با همراه استاد قربان قربانیان انسامبل روز برای جشن فلک وقت اشتراک میکردیم در همین جا نه که استاد رحمت الله هاشمов در اینجا مرا یعنی دید و مرا دعوت کرد به کار و اولین کاری که من سر کردم این در انسامبل اودینه هاشم برابری رحمت الله هاشم یعنی که در فیلارمونی دولتی به نام اکشریف شریف بود کارو سر کردم. اونجا همچون مطرب رفته یا همچون آوازخوان؟ بله اونجا همچون مطرب رفتم و در طی 6 سال با استاد یعنی کار کردم نوزیکای موسیقی خلقی تاجیکی رو یعنی از خود نمودم و در برابر این با استاد یعنی در کنسرت ها یعنی که سرود میخوندم و من اجازت میداد که سرود خونم و من در کنسرت ها سرود هم اجرا میکردم. یعنی که هنگام دانشجو بودید در برابر فعالیت نوازندگی این چنین فعالیت آوازخوانی نیز داشته. خب میخواستم این لحظه از وضع اویلوی شما پرسان شوم چگونه است وضع اویلوی؟ البته من اویلدار صاحب 3 فرزند 2 رویک هستم 2 پسر و 1 دختر و خیلی خوشبختم. خب چرا من این سوال را دادم؟ چون که اگر مرد در خانه غضبناک شود بسیار به او میزیبد، اگر زن رشک کند و غضبناک شود جنگ دوم جهان سر میشه. چه است زندگی نغز است، هم دیگر فهمی داریم با اویلمون. وقتی من با کنسرت ها میروم یا کلیپ ها میکنم یعنی که من رو میفهمد، هم دیگه فهمی هست. خب چون شما در فیلارمونیا کار و فعالیت میکردید تا امروز در این انسامبل فعالیت میکنید یا به دیگر انسامبل گذاشتید؟ البته من طی 6 سال در انسامبل اودینه هاشم فیلارمونیای
давлати барнома кишвари ҷураев кор кардам ва баъдтар ба ансамбли лола барноми ғафору валамазуда яъне ки омадам ва ҳамчунин корманди ансамбли наврӯз дар донишгоҳи миллии тоҷикистон. хоб чун шумо омадед ба ансамбли лола, хоб сабаб гузаштан аз ин ансамбл ба ансамбли дигар чӣ буд? вақте ки ман бо устод раҳматуллоҳ ҳошим кор мекардам, устод бисёр сахтгир буданд, бисёр дурандеш буданд, бисёр меҳнатӣ буданд ва ман аз ин устоди ҳунар яъне ки бисёр нозукиҳои ин санъатро омӯхтам ва баъдтар хостам бо дигар устодон дар дигар намуди мусиқии халқӣ яъне ки худро бисанҷам ва баъд ба ансамбли рақси лола даъват шудам. фикр мекунам ки рақс намекардед, не ҳамчун авзанда ҳамчун авзанда омадед, чунки ансамбли лола дар баробаре ки ансамбли рақсӣ аст, инчунин ансамбли созиву овозӣ ҳам дорад, яъне ки дар онҷо ҳунармандони касбӣ фаъолият мекунанд. албатта. хоб чун омадед ба ансамбли лола, аллакай дар инҷо мутахассиси тайёр будед. хоб чанд сол фаъолият кардед? ман дар ансамбли лола ман то ҳоло яъне ки фаъолият карда истодам. бисёр як ансамбли нағз аст. аз он сабабе ки дар ансамблҳо яъне ки ҳамин асбоби миллӣ намерасид, яъне камчин аст, навозандаи он қариб ки нест ва маро даъват карданд ва ман хостам ки дар ин ансамбл кор ва фаъолият кунам. хоб чун шумо омадед ба ансамбли лола ва то ба имрӯз дар инҷо фаъолият доред, хоб ба ансамбли халқии наврӯз чӣ гуна ворид шудед? албатта устод абдураҳмон мадхулов вақте дар консерватория кор мекардем, устод абдураҳмон мадхулов бисёр як навозандаи чирадаст, бисёр як муаллими дурандеш, меҳрубон аст ва маро дар ансамбли созҳои халқӣ яъне ҷеғ зад вақте курси аввал мехондам ва ман вақте ки дидам устод бисёр навозишҳои халқӣ яъне ки аҷиб мекард, ман бисёр завқ бурдам ва хостам мисли ӯ як навозандаи суртҳои халқӣ, мусиқии халқӣ шавам ва аз ҳамон давра то курси 5 ман бо устод яъне дар ансамбл машқ кардам ва баъдтар устод маро ба донишгоҳи миллӣ ба ансамбли наврӯз овард ва ман дар соли 2012 дар ин ҷо фаъолияти кориро яъне ки сар кардам. хоб ва то ба имрӯз дар ин ансамбл фаъолият? албатта. хоб имрӯз эҷодиёт дар ансамбли халқии наврӯз, чунки номаш халқӣ аст, хоб чӣ гуна аст? кадом оҳангҳо эҷод мешавад ва чӣ гуна пешкаш мешавад ан ҳамон барномаи омода кардаи ансамбли халқии наврӯз барои мухлисон? албатта ансамбли наврӯз дар бисёр як мутрибони чирадаст дорад. агар гӯем дар ҷумҳурӣ яке аз ансамблҳои беҳтарин аст, хато намекунем, барои он ки ҳамаш касбӣ аст ва таи чанд солое ки то ҳозир мо кор ва фаъолият кардем, бисёр консертҳои яъне ки зиндаро барпо намудем дар муассисаҳои фарҳангии шаҳри Душанбе ва охирон консерте ки мо иҷро кардем яъне ки ба таври зинда дар филармонияи давлати Тоҷикистон буд ва машқҳои мо яъне ки озод дар барномаи яъне ки барномаи ансамбл яъне мусиқиҳои ҳам хориҷа ҳам мусиқиҳои халқӣ тоҷикӣ яъне ки асарҳои баландмазмуне ки композитирони тоҷик ҳам навиштанд, яъне ки шумо онҳоро рӯи кор меоред ва пешкаши мухлисон мекунед. ба ин лаҳза фикр мекунам ки мо помидор ва қаламфури булғорӣ низ ҳамроҳ мекунем ва чанд лаҳза мунтазир мешавем то ан ҳамин хӯроки мо хуб расида бошад, яъне ки пухта шуда бошад. ва бинандагони азиз, гарчанде ки ин хӯрок оддӣ ҳам тобад, мақсад яъне ки чи аст? иштирок дар барнома аст ва омода кардани чунин хӯрокҳо мебошад. яъне ки шумо ҳам метавонед ин хӯрок ҳам арзон аст
و هم محصولاتش را در تمام فصل سال پیدا کرده میتوانید بیننده‌های ارجمند. و مهم از آن است که کی با چی طرز آماده می سازد و امروز دولت علی هم یعنی که با طرز خودش آماده می سازد این خوراک را. و بیننده های عزیز چند لحظه دیگر منتظر می شویم تا این لحظه که خوراک ما آماده گردیده باشد. خب امروز در برابر آوازخوانی امروز همچون مطرب هستید و آوازخوانی رو نیز ترک نکرده اید. هم آرزوی کودکی که بود عملی گردیده ایستاده است و فکر میکنم که آرزوهای مخلصان همان است که امروز دولت علی باز پاره قلب دل خویش را بهر مخلصان بسراید. البته به تو خراب کرده‌ام این دل غم شکسته رو، به تو خراب کرده‌ام این دل غم شکسته رو، رنج و عذاب داده‌ام این تن خار و خسته رو، رنج و عذاب داده‌ام این تن خار و خسته رو. ایار چی کردی جفا تو کردی دلی درماندم دوا نکردی. ایار چی کردی جفا تو کردی دلی درماندم دوا نکردی. ناله زاری من دلی بیماری من، ناله زاری من زاری من زاری من دلی بیماری من، ناله زاری من دلی بیماری من، ناله زاری من زاری من زاری من دلی بیماری من. ناله زاری من دلی بیماری من، ناله زاری من زاری من زاری من دلی بیماری من، ناله زاری من دلی بیماری من، ناله زاری من زاری من زاری من دلی بیماری من. ایار چی کردی جفا تو کردی دلی درماندم دوا نکردی. ایار چی کردی جفا تو کردی دلی درماندم دوا نکردی. ناله زاری من دلی بیماری من، ناله زاری من زاری من زاری من
بیمار من ناله زار من دل بیمار من ناله زار من زار من زار من دل بیمار بینندگان عزیز و ارجمند، برنامه با اشتهای ادامه دارد و خاطررسان میکنیم که مهمان نوبتی برنامه ماست هنرمندی انسامبل خلقی نوروزی دانشگاه ملی تاجیکستان دولت علی سلیم و سرپرستی برنامه ماست. شرکت قنادی 3 تا 5 عین حال بینندگان عزیز ما تمام محصولات را وارد ده گردانیدیم. چند لحظه منتظر میشیم تا همین خوراک ما خوب آماده گردیده باشد. تا این لحظه ما کبودی ها را برای باز هم زیبا شدن خوراک که به بالای خوراک پس از آن که آماده می شود یک جای میکنیم و یعنی که باز یک خورش دیگر آماده می سازیم از پمیدار، بودرینگ و پیاز و این لحظه یک لحظه تنفسی دیگر است. دو دانشجوی از آسیای مرکزی به امریکا داخل می شوند و در یک خوابگاه 200 آشیانه یعنی که آنها را جای میکنند و روز از روزها از درس می آیند بخواهند به خوابگاه برآیند، یعنی که به حجره آنها در 150 آشیانه است و 149 آشیانه را پیاده می برآیند، زیرا که همان روز لیفت کار نمی کرده است و به جورش میگه که تو برای من یک لطیفه قصه کن. میگه لطیفه را چون میکنی؟ از یک میگم از خنده را میموری. میگه چرا؟ میگه که انمی کلیت حجره در آشیانه یکم مانده است. و بینندگان عزیز عین حال یعنی که ما کبودی ها را با چنین شکل آماده کردیم. خب چون شما نوازنده هستید البته تا جای من آگاه هستم در برابر فعالیت ایجادی آوازخوانی، در برابر فعالیت ایجادی نوازندگی، این چنین شما به آفریدن آهنگ ها نیز میل و رغبت زیاد دارید. خب تا به امروز چند آهنگ آفریدید؟ البته من در وقتی که سوزی روبوباس رو یعنی که می نوازم در هر یک یعنی که توریون یعنی با من ذوق و هوس یعنی آهنگ سوزی میگیرد و من برای سوزی روبوباس یعنی زیاده از 8 اتیود کردم، نوشتم یعنی ایجاد کردم و 5 آهنگ دیگر کلون 8 برای سوزی روبوباس که عین حال در برای باند باس یعنی که بنوتا گرفته ایستادم این رو و بیشتر ایجادات من یعنی از سرودهای عبارت است، زیاده از 20 یعنی که سرود و 10 تای اون یعنی اتیود و آهنگ ها برای سازی روبوباس است. خب چون شما اینقدر آهنگ ایجاد میکنید، همچون آوازخوان هستید و جای میدونیم که انسامبل خلقی نوروز انسامبل صفر ملی است، یعنی که در آنجا سرودهای ملی از جمله سرودهای بدیعی در ژانر فلک، در ژانر شش مقام و دیگر ژانرها یعنی که در ژانر مرویگی آماده میگردد و پیشکش هواداران انسامبل میگردد و شما در آنجا همچون هنرمند هستید، آوازخوان هستید، نوازنده هستید، این چنین آهنگساز هستید و چندین آهنگهای خود را اشتراک یعنی که در آنجا پیشکش میکنید و تا جای ما هستیم بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با اقدام پیشوای ملت آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من طی 2 سال برگزار گردید و امسال نیز برگزار میگردد. خب نخواستید که همچون آهنگساز یا همچون نوازنده یا که همچون یک سراینده در این آزمون اشتراک کرده باشه؟ البته من میخواستم در این آزمون یعنی اشتراک نمایم و از این در سبب‌های بود که در این آزمون اشتراک کردن به سبب سلامتی بود البته و میخواهم که در آینده در این آزمون یعنی همچون سراینده یا همچون نوازنده یعنی اشتراک نمایم. خب چون شما گفتیم که در کالج تحصیل کردید، مکتب موسیقی، در کنسرواتوری تحصیل کردید و امروز در انسامبل های خلقی نیز فعالیت ایجادی دارید و میخواستم اشتراک شما در برنامه های کنسرتی و اشتراک شما در همون فستیوال ها صحبت کرده باشین. در کدام برنامه های فرهنگی اشتراک کردید؟ در کدام فستیوال ها شما اشتراک کرده بودید؟ در کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبخواجه ستار یعنی آزمونی نوازنده بهترین یعنی 2 سال یعنی یک بار باید می شود برگزار میگردد. من در اونجا
یعنی که نوازنده بهترین سزاوار جای سیوم گشتم و در تلویزیون سفینه که در پیک بهار، یعنی که آزمون پیک بهار اوید به سرودهای نوروزی یعنی که برگزار گردید، من در اونجا جای سیوم رو در رفتی، یعنی در بخشی یعنی که سرودی نوروزی بهترین جای سیوم رو یعنی اشغال کردم. بیننده‌های عزیز، اگر با چنین شکل ما کبودی ها رو ریزه کنیم، اگر که خوراک ما برای 20 کس میشد، شاید 1 ساعت فقط ما کبودی ریزه میکردیم، نه؟ و این لحظه ما کبودی ها رو به همون طبقچه میگیریم و از پای آماده کردن خورش میبریم. و بینندگان عزیز، خورش ما آسان است، یعنی که ما پمیدار و بادرینگ و همون پیاز رو میده ریزه میکنیم، به هم یک جایه میکنیم که همه شما در خانه شاید هر روز آماده کرده باشد و خوراک ما هم آهسته به آماده شده ایستاده است. و این لحظه فرصت فرا رسیده است که باز پاره قلبی دولت علی رو این لحظه بشنویم و پسان سرودی زیبا رو پیشکش شما گردانیم. دل به نوای خود رو با تو می سپارم اکنون، با دل پر از هوس ها هوسی تو دارم اکنون. دل به نوای خود رو با تو می سپارم اکنون، با دل پر از هوس ها هوسی تو دارم اکنون. کردم خطایی ندیدم وفایی، چی کردم خطایی ندیدم وفایی. رسد نازنینم به گوشت صدایی، رسد نازنینم به گوشت صدایی. فرشته او فرشته دلی پر غم ریشته ریشته، فرشته او فرشته دلی پر غم ریشته ریشته. دلی پر غم ریشته ریشته، فرشته او فرشته دلی پر غم ریشته ریشته. کردم خطایی ندیدم وفایی. رسد نازنینم به گوشت صدایی، رسد نازنینم به گوشت صدایی. فرشته او فرشته
ریشته دلی پرغم ریشته ریشته فرشته آ فرشته دلی پرغم ریشته ریشته فرشته آ فرشته دلی پرغم ریشته ریشته فرشته آ فرشته دلی پرغم ریشته ریشته چی کردم خطای بینندگان عزیز و ارجمند، برنامه بایشتی دوم دارد و مهمون نوبتی برنامه ماست هنرمند انسمبل خلقی نوروزی دانشگاه ملی تاجیکستان دولت علی سلیم و سرپرست برنامه ماست شرکت قنادی 3 تا 5. عین حال بینندگان عزیز همون کبابی که با دل و جگر آماده شد آماده است و دولت علی آماده است که آن همین خوراک را بکشد و من پیشنهاد کند. خب و امروز میخواستم پرسیده باشم کار در انسمبل نوروز چگونه است؟ کار در انسمبل نوروز با جوش و خروش پیشرفت ایستاده است. ما تصمیم گرفتیم که کنسرت پنجم خود رو یعنی پیشنهاد مخلصان پیشنهاد مردم تاجیکستان گردانیم و تمرین کرده ایستاده. خب میخواستم این لحظه آخرین سوال در برنامه داده باشم پیش از آنه که من از این خوراک بچشم. خب طول یک ساعتی که در برنامه بایشتی بودید چی بود برنامه بایشتی؟ یک برنامه دیدنی، یک برنامه بهترین است و من راستی هر هفته این برنامه رو تماشا میکنم، بسیار ذوق میبرم و آرزو هم کردم که در این برنامه اشتراک نمایم و به شما سپاس میگویم که در این برنامه ما رو دعوت نموده و به آرزوی خود رسیدم. خب میخواستم این لحظه یک سوال غیری نوبتی داده باشم. خب آخران مراتب کی خوراک آماده کرده بودید؟ آخران مراتب همین بیگاه. و بینندگان عزیز چون فرصت فرا رسید ما برای زیباتر شدن همین خوراک کمی کبودی به بالایش میپاشیم و عین حال خوراک ما آماده گردید. بینندگان عزیز چون فرصت فرا رسید ما از این خوراک میچشیم و از طعم و لذت آن به شما قصه خواهیم کرد. باور کنید بینندگان عزیز مهم پختن نیست، مهم با لذت پختن است. احسن برای اشتراک برای یک خوراک با لذت آماده کردن و اینچنین یک خورش آماده کردن و اشتراک در برنامه. از نام سرپرستی برنامه شرکت قنادی 3 تا 5 من یک شیرینی به شما میسپارم. مرحمت. بینندگان عزیز و ارجمند اینجا باشد وقتی به برنامه ما جدا شده به انجام میرسد. در انتها براتون خانه آباد روزگاری آسوده رو تمنا داریم و خاطر رسان میکنیم که مهمان نوبتی برنامه ما بودن هنرمند انسمبل خلقی نوروزی دانشگاه ملی تاجیکستان دولت علی سلیم شرکت قنادی 3 تا 5 و من مهرآور اسدالله. تا نزدیکترین دیدار روز روزگارتان خوش باد. خیر عزیزان.